این داستان مردیه که بهش میگفتن عقاب، کسی که برای خیلیا فقط یک دروازه‌بان نبود، یک امید بود. عابدزاده از همون بچگی یاد گرفت اگه زمینت زدن بلند شو، محکمتر برگرد. استرالیا حالا میخواد پاس به عقب بندازه. عابدزاده یک دستی توپ رو مهار میکنه و کار قشنگی میکنه که باعث افزایش قویت روزهایی داشت که پزشکا گفتن دیگه نمیتونی برگردی، ولی اون با اراده‌ای که فقط قهرمانا دارن دوباره ایستاد و دوباره برای ایران جنگید. قهرمانی آسیا، محال‌ترین کلینشیت‌ها و لحظه‌هایی که صدای یک ملت رو از شادی بلند کرد. احمد رضا یادمون داد قهرمان کسیه که وقتی سخت شد تازه شروع میکنه. این بود مسیر شهرت عقاب آسیا. اگر دوست داری قصه قهرمانای بعدی رو هم بشنوی، سابسکرایب کن و همراه جاده شهرت باش.